مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که در 20 روز اول دعوت تیرمایی به صف قوه‌های مسلح جمهوری نقشه دعوت علیه 62% اجرا شده است. برای مقایسه در 20 روز اول دعوت بهاری نقشه دعوت همگی 50% اجرا شده بود. در دوام 20 روز جریان این معرکه‌های مهم سیاسی کمیسیه‌های دعوتی شهر و نویه‌های تابع جمهوری باشند اجرای نقشه را به 70% برابر نمودند. به همین ترتیب دعوت و گسیل سربازان آینده وطن در شهر دوشنبه 67%، در ولایت ختلان 63%، در ولایت سوخت باشد 50% را تشکیل می‌دهد. عموما از سحنه یکم تا 20 اکتبر سال 2022 در مجموع زیادتر از 20 شهر و نویه‌های جمهوری علاقه نقشه دعوت جوان پسران را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان 100% اجرا نمودند. گفته می شود در اطلاعیه وزارت مدافع وزارت شهر و نویه‌های را که نقشه دعوت را اجرا کردند این دفعه نام به نام ذکر کرده است. قبلا گزارش شده بود که ولایت مختار کوهستان بدخشان و 5 نویه وادی رشت علاقه در روز اول دعوت تیرمایی 1 اکتبر سال 2022 از اجرای نقشه دعوت گزارش دادند. بعد دهه اول درباره اجرای نقشه در شهر ایسار و نویه‌های دنغره و بخش از ولایت ختلان خبر آمده بود. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرما از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان 30 سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و درباره جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.